امام احمد حنبل اینچنین امام طبرانی روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان نوحا لما حضرته الوفاه قال لابنه، هنگامی که اجل حضرت نوح فرا رسید به فرزندش وصیت کرد، گفت انی آمرک باثنتین و انهاک عن اثنتین، من تو را به دو چیز دستور میدهم، امر میکنم و از دو چیز دیگر نهی میکنم. آن دو چیزی که امر میکنم لا اله الا الله است. پسرم به این کلمه چنگ بزن، با این کلمه زندگی بساز، زیرا فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو جعلت في كفة وجعلت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. پسرم اگر آسمان ها و زمین، 7 طبقه آسمان و 7 طبقه زمین در طرف ترازو و لا اله الا الله در طرف دیگر گذاشته شود، این کلمه وزنی نمی کند. پسرم چیزی دیگری که تو را به آن امر می کنم سبحان الله و بحمده هست، فإنه صلاة كل شيء، این ذکری همه چیز است، همه موجودات این ذکر را می کنند. و به یرزق الخلق، و برکت این کلمه خلایق را رزق داده می شود. و آن دو چیزی که تو را نهی می کنم الشرک و الکبر، یعنی شرک آوردن و کبر ورزیدن، از این دو چیز تو را هشدار می دهم که دور باش.